آموزش برداشت جایزه در حضرات. روی گزینه برداشت جایزه کلیک کنید. روی گزینه برداشت سریع کلیک کنید. در این قسمت موجودی قابل برداشت رو مشاهده می کنید. در قسمت اول مبلغ را انتخاب کنید. نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید. نام بانک خود را انتخاب کنید. شماره شبای 16 رقمی خود را وارد کنید. و در نهایت شماره کارت را وارد کنید و روی گزینه برداشت کلیک کنید. و همینطور با کلیک روی ذخیره این حساب می توانید اطلاعات حساب خود را ذخیره کنید. حداقل برداشت 50,000 تومان و حداکثر 5 میلیون تومان می باشد.